تلاش های مردم متفاوت است و یکی از خسته کننده ترین تلاش ها این است که کوشش میکنیم و تلاش میکنیم که همه مردم را از خود راضی بسازیم و این هم چیزی هست دست نیافتنی. یکی از دانشمندان میگوید که همه ما شما از نظر کسایی که ما را نمیشناسند یک فرد عادی هستیم و از نظر کسایی که با ما حسد دارند یک فرد مغروری هستیم و از نظر کسایی که با ما کینه دارند یک فرد بدخو و خرابکار هستیم و از نظر کسایی که ما را درک میکنند و میفهمند یک شخصیت دوست داشتنی هستیم و از نظر کسایی که ما را دوست دارند یک شخصیت خوبی هستیم و آنها همیشه ما را دوست می داشته باشند. هیچگاه تلاش نکنیم که همه مردم را از خود راضی بسازیم، چون این چیزی هست و آرزویی هست که هرگز به او دست نخواهد یافتیم. عده مردم یا اکثریت مردم ما را از دید عینک دودی خودشان میبینند. آنها خیره شاید ببینند ولی تو شاید صاف زندگی بکنی. صاف زندگی بکن، خوب باش و خوب زندگی بکن، پشت برداشت های مردم نگرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.